خب به نام خدا جلسه 4 مطلب سیگنال سیستم رو شروع میکنیم. تو این جلسه قصد داشتیم که حل معادلات هم بگیم علاوه بر کشیدن نمودار دو بعدی و سه بعدی، ولی احتمالاً فرصت نمیشه چون حل کشیدن نمودارها خیلی مطلب پرکاربرد و مفصلیه. تو شاید یه جلسه هم بزنیم بیرون و حالا بمونه برای جلسه بعدی. و حالا حل تمارین هم که شروع میکنیم دیگه. تا جلسه بعد حل تمارینی که برای تکالیف دادیم اون شروع میکنیم که ما هم حل اشکال بشه و همون چیزی نمونه. خب بریم شروع کنیم کارو. خب این مطلب رو وا میکنیم، اینو ببندیم. خب ببینید فعلا بروز باشه. خب ببینید برای کشیدن نمودارها از همون ایده استفاده میکردیم که همیشه داشتیم که آقا ما یه بازه ای از اعداد تعریف میکنیم در واقع یک ماتریسی که یک سری اعداد توشه. مثلا با همین دستوری که داشتیم از 0 تا 2p ولی با گام های پی صدومی جلو میریم 2 ضرب در p و این x رو تعریف میکنیم. همونطور که میبینید x الان یه ماتریسه، در واقع 1/201 که میبینید از 0 همین با گام های پی صدومی شروع کرده رفته تا 2p. بنابراین این شد مقادیر x. حالا اگر من بیام y مساویه با سینوس x بذارم این به من چی میده؟ تمام این مقادیر رو میده که تمام مقادیر سینوس x به ازای x که اون بالا من تعریف کرده بودم میده. الان بیام یه بار دیگه اینو با سمیکالن بذارم که این دستورات کنار هم باشه. ای بابا این سمیکالنش رو بذاریم که خروجی نده. خب همونطور که میبینید اینم 1/201 شد که از منهای 1 تا 1 مینوماکسش هن که همون مینوماکس در واقع سینوسن. اینجا هم اگر بخواید ببینید به این صورت میشه دیگه که من شما بگم که این دقیقا داره چی کار میکنه. ببینید نه این اومده به ازای تمام مقادیری که توی x بوده اومده سینوس اون مقدار رو تو اینجا گذاشته، دوباره از مقدار 1 تا مقدار 21. همین. بنابراین کاری که ما داریم میکنیم اینه. حالا ما در واقع میایم این یه نقطه داریم ما رو محور x y به مطلب میدیم و اون خطوط بینش رو رسم میکنه. همین به همین سادگی. و این دستوری که این کارو میکنه دستور پلاته. شما خیلی راحت با یه دستور فیگور اول یه صفحه وا میکنید به این صورت که حالا میتونید هم نزنید خودش وا میکنه، ولی به هر حال فیگور رو میزنید صفحه وا میکنه و بعد من از این به بعد صفحه رو باید اینطوری کنم که شما این فیگور بغل رو شما ببینید، دنبال کنید داستانو. اینو بیاریم اینجا. خب حالا با یه دستور پلات شما میاد x و y رو رسم میکنید. میبینید که براتون x و y رو رسم کرد. حالا اول یه سری دستورات جانبی رو میگیم و بعد هی که این جلو میگیم. الان یه نمودار رسم کردیم به همین راحتی با دستور پلات. در واقع این توضیح اول باید میدادم که برای رسم نمودار دو بعدی اول داریم صحبت میکنیم. میشه گفت 3 تا روش وجود داره، 3 تا دستور وجود داره. روش اصلی همین روشی که الان دارم بهتون میگم که شما رو همه چیز رو جزئیات و همه چی کنترل دارید و در واقع روش پرکاربردی که استفاده میشه. دو تا روش دیگه هم وجود داره با دو دستور دیگه که اونا دستور سریعتری ان، از این لحاظ که شما مثلا دارید یه کار دیگه ای انجام میدید، مثلا دارید مدل دیفرانسیل هم می‌کنید، می‌خوای یه لحظه ببینی اون نموداری که داری و یکی از نمودارایی که داری و اونجا میتونی از اون دستور استفاده کنی که سریعتر به شما سریع جواب میده. چه سر پایی میتونی یه نمودار دو بعدی بکشی. ولی این دستور اصلی که براتون مفصلا این کارو انجام میده اینه که برید میبینید. حالا توضیحش میدیم بعد بریم سراغ اون دوتا دستور. یعنی خیلی در واقع این آموزشی که دارم میدم خیلی لازمه که تمام روش‌ها داره توش بررسی میشه و تمام جزئیات و اینا. خب
این از این پلات رو کشیدیم و بعد دستورهایی که داریم، اولا دستور گرید آن رو داریم به این صورت که براتون گریدا رو رسم میکنه، دارید سمت راست همزمان میبینید. من این کارو کردم که شما تو صورت لایو بتونید این دستوراتی که اینا رو میدم ببینید، یعنی شما در واقع استانداردش اینه که یک کد در واقع اسکریپت بیاید این بغل بزنید که این کارا رو انجام بده. مثلا من اینجا مثلا فرض کنید این ببینید الان یه نمودار سه بعدی براتون میکشه که مثلا شما یه کدی رو میزنید در جا و اینو اجرا میکنید و نتیجهش رو میبینید و حالا خوبیش اینه که بعدا میتونید وسط ادیت هم بکنید. یعنی استانداردش که شما میید تو ادیتور چیز میکنید انجام میدید کارتون رو، ولی منم این کار میکنم که شما دونه دونه دستورات نتیجه رو به صورت لایو سمت راست ببینید. بنابراین اینجوری گریدان کردیم. مثلا فرض کنید میخواید تایتل بدید به نمودار، خیلی راحت با دستور تایتل میگید سینوس، اینجا میبینید که استرینگ دیگه سینوس x، فرض کنید مثلا میتونید بزنید پلات به این صورت، اون بغل میندازید میبینید اون بالا براتون رسم کرد سینوس x پلاتو. مثلا میتونید به محورا چیز بدید، به محورا اسم بدید با این دستور x لیبل، مثلا بگید x axis به این صورت، یا میتونید به محور اینور اسم بدید به این صورت که بگید y axis. و مثلا شما میتونید اگر چند تا نمودار دارید، حالا رنگ و ایناش هم میتونید عوض کنید. الان میگم تو همون دستور پلات اینو باید اعمال کنید. یه کاری که فرضاً شما میخواید انجام بدید اینه که میخواید رو همین نمودار یه نمودار دیگه بندازید. برای این کار اگر بیاید دوباره یه پلات بگید، اول باید که اون نمودار رو تعریف کنید. فرض کنید اون نموداره هست y2 مساویه با کوسینوس x این دفعه. اگر شما الان بیاید بگید پلات x و y2، این یه صفحه جدید وا میکنه، این اولیه دست میگه. اگه بخواید رو همین بندازی باید از دستور هولد آن استفاده کنید، یعنی بهش میگید اینو برای من نگه دار. حالا میگید برم سراغ پلات جدید. پلات دومتون میگید هست x و y2. حالا اینجا میگید اولا من میخوام رنگش رو رد کنم که آ رو میذاری و میگید من میخوام برام خدچین بکشه اصلا و اینجا پلاتو میزنید. میبینید که اینجا سمت راست خیلی تمیز رسم کرد. حالا شما میخواید اینجا نمودار بدید به کسی، میخواید بگید که کدوم اینا کدومه، یعنی کدوم نمودار چیه اون یکی نمودار چیه. البته اینجا دیگه این لیبلش هم باید عوض شه. این لیبل رو ما اول زدیم که چیزه، لیبل میتونه هر چیز دیگه باشه. خب فرض کنید شما میخواید اینجا بهش بگید که این نمودار هر کدوم اینا چی هن. اینجا شما میتونید از دستور لجند استفاده کنید به این صورت که میگید لجند. حالا برای لجند استفاده کردن شما دو راه دارید. یکی این که بیاید اون وقتی میخواستید پلاتو بکشید بیاید از دیسپلی نیم استفاده کنید، در واقع ویژگی دیسپلی نیم، و بهش بگید که این و جلوش اسمو بدید. بذارید اصلا بهتون نشون بدم که اون روش هم بدونید دقیقا. به این صورت که شما همین پلاتی که میخواستید رسم کنی رو مثلا همینجا به عنوان ویژگی میتونید بهش بگید که display name، اینو مثلا بگید مساوی با هر چیزی توی این استرینگه. بنابراین یه روشش اینه که اگر این کارو بکنید یه لجند خالی که بزنید براتون میاره دیسپلی نیم رو، یعنی یه لجند بزنید در اون صورت میاره، ولی الان این کارو نمیاره. تو سینتکسش اشتباه زدم، یه ان اضافه زدم، لجند اینه درست. آره اینجا الان اگه تنها بزنید هیچی براتون بغل نمیاره. اینجا بخاطر که نمیدونه الان اسم این دو تا نمودار چیه. حالا اگر بخواید بهش بگید بعد اینجا یه لجند بزنید جلوش مشخصه ها رو بگید. بگید آقا نمودار اول من بود سینوس x و نمودار دوم من بود کوسینوس x. شد؟ آها چه اشتباه تابلو کردم. اینا استرینگه بچه‌ها، توجه کنید. کلا تو لجند و اینا شما دارید با استرینگ کار می‌کنید، شما با اسم کار می‌کنید که کوسینوس x و سینوس x نمیشناسه که به این صورت. خب ببینید اینجا الان اوکی شد. یعنی من بهش گفتم که اینجا ببینید سمت راست رو سینوس x کوسینوس x
بهش گفتم این نمودار اولیه که من کشیده بودم سینوس بود، نمودار دومی که کشیدم کوسینوس بود. قشنگ اینجا براتون معلوم میکنه، یعنی کسی که داره نمودار میبینه میفهمه که آقا این آبی سینوس، این کوسینوسه. بنابراین این شد نحوه دادنش، خیلی سرراست و اوکی. اینجا هم گفتم دقت کنید اینا رو تو استرینگ بذارید، یعنی تو کوتیشن بذارید، نه خالی بذارید، اینا ارور میگیره. خب حالا یکم درباره این بالا صحبت کنیم. البته یه چیزی بگم، اینجا این یه دکمه هم داره که این کار براتون خیلی راحت انجام میده. ولی خب شما مثلا کد رو میخواید بدید به یکی، نباید بهش بگید که آقا این دکمه رو بزن، که میتونید تو کدتون بذارید که خودش اونجا موقع اجرا شدن بیاره. چیزایی که دیگه اینجا که داریم اینا که همون همیشه یان که نمیدونم نیو و اوپن و فلان. اینجا زوم اپ زوم این میکنه، مثلا شما یه نموداری الان یه جاش کوچیک شده میخواد ببینید اینجا میکشین قشنگ براتون زوم میکنه. بعد اینجا که دست تکون میده این نمودار رو، الان خودش فیت خوبه راضی بشید. و چیزای دیگه ای که داره اینجا که برای نمودار سه بعدیه الان به دردمون نمیخوره. بعد نمودار سه بعدی شما میتونید چپ و راستش کنید، بهتون حالا نشون میدیم. این در واقع نموداری که این کاری که انجام میده اینه که مقادیر رو اینجا روی این محور تعیین میکنه. مثلا میگه به ازای این مقدار 3 من دارم روی ایگرگم 2/10 میدم، این مقادیر رو تعیین میکنه. حالا اینجا الان دقیقش رو داده دیگه، مثلا به اینجا دیگه گرید هم جواب نمیده، شما از این استفاده میکنید 2/9 2 خورده ای داره 0.18/4 میده. مثلا اینجا میذارید میگید این مقدار چیه. اینو میتونید خیلی راحت باش کار کنید. اینجا که باز برای رنگ و ایناست که میتونید تغییر بدید از همینجا. و اینجا باره که شما دارید که بهتون اینجا الان به کار نمیاد، تو سه بعدی کشیدن باز به کار میاد خیلی. و اینجا حالا یه سری منوهای دیگه ای دارید که مهمترینش که در میکنه که شما خواهید سیو از کنید، اینو میتونید به عنوان خروجی عکس ازش عکس بگیرید مثلا رو دسکتاپتون و به این صورت اینجا اینها خیلی تمیز براتون میکشه. مثلا شما میتونید ببرید تو مقالتون بذارید استفاده کنید. خیلی مرسومه اینکه پرکاربردترین کار مطلب همین نمودار کشیدنش که خیلی تمیز میکشه براتون، میبرید میذارید تو هر جایی که میخواید استفاده کنید. بنابراین به این صورت که همه جزئیات یه نمودار رو براتون توضیح دادیم. حالا روش دیگه ای که داریم برای اینکه بخوایم ما توی یه صفحه چند تا نمودار بکشیم، به این صورته که بذارید براتون این صفحه رو تمیز کنم که خب روش دیگه ای که داریم اینه که باز از همون ایکسی که داشتیم استفاده کنیم. به این صورت مثلا بیایم بگیم که ایگرگ1مون مساویه با فرضاً سینوس ایکس. حالا این دفعه بریم سراغ کوسینوس ایکس که تنوع بشه. کوسینوس ایکس و مثلا یه تابع دومی تعریف میکنیم شیفت یافته این کوسینوس ایکس، میگیم کوسینوس ایکس منهای فرضاً نیمه، یکم شیفتش دادیم. شما میتونید برای اینکه یه فیگور جدید وامی کنیم، شما میتونید برای اینکه چیز کنید، برای اینکه دو تا نمودار رو توی یه صفحه بکشید، به جای اینکه از هولدان استفاده کنید همینجا بیاید تو این پلاته جفت پلات ها رو بهش بدید. یعنی بگید تو این پلات من x و y1 رو برام بکش با رنگ مثلا با رنگ سبز، با حالا اینجا یه چیز دیگه هم که یاد بگیرید خوبه که شما میتونید باز براش علامت تعیین کنید دیگه. مثلا بگید فرضاً من میخوام برام با ستاره دو تا از اینا بکشید. خب و حالا دوباره x و y2 اینم دومین نموداریه که میخوام برام بکشی. این دفعه مثلا با یلو بکش و چه علامتی استفاده کنیم؟ 2 نقطه. خب ببینید الان چی شد. فقط زرده دیگه نمیشه، مشکل اینجاست. زرده رو امیدوارم که ببینید. ببینید الان اومد با گرین براتون. الان زوم کنم خیلی کار زیبایی. ببینید اینجا بازم یکم زرده دیگه نمیشه. الان دیگه ببینید عادتا کیفیت ویدیو بالاه. این الان زرده رو با یه خدچین خیلی ملیح، یعنی خیلی یواشه زردش،
میبینید که کشیده که در واقع به خاطر این دو نقطه هست، یعنی از این دوتا چیزا که بذارید، عینا که دوتا بذارید چیزتر میشه، پررنگتره، ولی با این خیلی دیگه زرد یواشی میشه. و این سبزه هم که میبینید دیگه، سبزه رو اومده با یه ستاره دوتا خط گذاشته. این در واقع برای اینه که شما مثلا میخواید 6 تا نمودار بکشید توی یه صفحه، اینطوری متمایزشون کنید دیگه، هر کدوم جدا از هم باشه که بتونید مثلا آدرس بدید که فلان رنگ فلان نموداره. باز حالا دوباره مثل دفعه پیش شما میتونید به اینجا تایتل بزنید که مثلا این پلات نمیدونم فلانه که من اینجا کشیدم، مثلا تو مقاله اینا چیز میزنن دیگه، عدد میزنن برای پلاتتون که عدد بزنید. دوباره میتونید از X لیبل استفاده کنید، بگید مثلا این X که من دارم اینجا، مثلا همه اینا باید اینجا که دارید اینجا تو کوتیشن باشه، اینو دقت کنید نذارید ارور میگیره. میتونید Y لیبل باز بدید که بهش بگید که اینجا مثلا این Y، بعد دوباره میتونید بهش لجند بدید به این صورت که الان شما دارید همه اتفاقاتی میفته رو این سمت چپ میبینید، این X این Y اینم پلات. لجند بهش بدید که بگیرین اولیه که دارم من رسم میکنم، مثلا اینجا خیلی راحت از این بالا میتونید کپی کنید، اولی که دارم رسم میکنم کوسینوس X، بیارید این تو بذارید. دومی که دارم رسم میکنم شیفت یافتشه، بیارید این تو بذارید و تایید. اینجا میبینید لجند رو آورد. و همین دیگه، یعنی شما الان یه نمودار خیلی شیک و که تمیز دارید، میتونید سیو از کنید و ببرید ترجیح که میخواید استفاده کنید. خب اینم از این. میریم سر کار بعدی که میشه تو نمودار انجام داد. کار بعدی که میشه انجام داد خیلی کار پرکاربردیه. شما فرض کنید تو یه صفحه میخواید چند تا نمودار بکشید، به این صورت که یه صفحه وا کنید ولی چند تا نمودار تو کنار هم باشه، نه اینکه رو هم بندازید. به این صورت که شما دستور ساب پلات استفاده میکنید. فرض کنید مثلا شما میاد یه ایکسی میدید، این دفعه میتونیم مثلا برای دادن x از لین اسپیس استفاده کنیم، همون دستور چیزی که من به شما گفتم اینا جفتشون یه کاری. الان داره از 0 تا 10 به من 100 تا مقدار میده که توی x ریخته. ما به جای اینکه هم دو نقطه استفاده کنید، میتونید از لین اسپیس هم استفاده کنید. خب حالا یه فیگور جدید واکنیم به این صورت. خب حالا دستور ساب پلات چی کار میکنه؟ اینا رو بزنیم زیر. دستور ساب پلات چی کار میکنه؟ دستور ساب پلات میاد برای شما صفحه رو چند بخش میکنه و بعد به ازای بخش مختلف میگه که مثلا این نمودار رو به اون بخش بکش، تو شما بدید در واقع دستور میگه که این دستور فلان کن. الان مثلا ببینید ساب پلات رو تعریف میکنیم، بریم تو عمل. ساب پلات رو شما تعریف میکنید به این صورت، میگی 2 و 2 و حالا 2 و 2 آره دیگه، مثلا چند بخش کنیم صفحه رو، 2 و 2 و 1. 4 تا خوبه دیگه، 2 و 2 یعنی 4 داره در واقع میگه. یعنی به این صورت اینجا ساب پلات 2 و 2 داری میگی من مثل ماتریس اینجا داره میفهمه، یعنی میگه 2 تا سطر داره 2 تا ستون داره. خب شما مثلا این اگه برمی داشتید ساب پلات 2 و 1 میذاشتید، یعنی میگفتید 2 تا ستون داره ولی یه سطر داره، اینجوری براتون رسم میگه. خب ساب پلات 2 و 2 و 1 اولی رو براتون وا کرد که شما میتونید الان این کار انجام بدید. خب الان مثلا میگید من میخوام Y1 هم باشه مثلا چی تا رو نگفتیم، حالا مثلا یه دونه سینوس اول بندازیم، سینوس X که شما کار از میگه. خب Y1 مساویه با سینوس X، اینو تعریفش میکنید، X هم که اون بالا بهش دادیم و بعدم پلات رو میذاریم که میگیم برامون X و Y1 رو بده با همون حالت رنگ خودش، حالا یا میخواید بگید مثلا قرمز بشه. خب به این صورت و این براتون پلات میکنه. حالا میگید گریدان هم برام بکن به این صورت. الان براتون تو این بازه در واقع 0 تا 10 که اون بالا تو لین اسپیس دادیم 0 تا 10 اینجا برامون سینوس رو داده. حالا شما میتونید برای این نمودار دیگه انواع چیزا رو بذارید دیگه. حالا ما میریم سر بعدی، میگیم ساب پلات
2 و 2 این ثابت اول یه بار تعیین کردیم و دومی خونه، دومی برام واکرد سمت راستایی که می‌بینم. حالا y2 رو تعریف میکنیم، مثلا میگیم y2 هست تانژانت x این دفعه و پلات میکنید x و y2 رو با رنگ مثلا بلو به این صورت میبینید اونجا براتون زد. حالا اینجا باز مثلا میتونید گرید آن بکنید، میتونید لیبل به تایتل بدید بهش، بگید این مثلا تانژانت من دارم بهت میگم. دقت کنید که اینو باز استرینگ تانژانت اون بالا ببینید اینجا براتون زد. بعد دیگه میتونید مثلا x لیبل بدید، y لیبل بدید، همه کار میشه بشه. خب و میریم حالا قسمت بعدی، ساب پلات بعدی. دوباره میگیم ساب پلات، دوباره 2 و 2 این ثابت 3 رو این دفعه برامون واکن، میبینید واکر. میگیم y3 مساوی است با مثلا کوسینوس هایپربولیک، این دفعه بهش بدیم کوسینوس هایپربولیک x و برامون پلاتش کن x و y3 و رنگش هم حالا چی بگیم، پی بگیم، پینک. حالا این دفعه بیاد مثلا شکلش هم تغییر بدیم، اما مثلا ستاره باشه که ببینید. خب این از این. آها همه رو با ستاره نمیشه. این مشکل از اینه که در واقع این پی نداره، مطلب در واقع تو خودش پی نداره برای چیز، برای رنگ ها. رنگ هایی که داره آر و جی و بی هن که در واقع رد و گرین و بلو هن. مثلا چیز نداره، مثلا یلو که خیلی معروف به زرد داره، یه سی داره که آبی کمرنگه، مثلا اینو با سی بزنیم این دفعه. اینو دقت هم نکرد، خوب شد که نکشید، تکرار میکشید. ببینید این رنگ سیه که همین آبی کمرنگیه که آبی آسمانی طوری است که داره. مثلا کیش هم که اون بلکیه که حالا بلک دیگه. و حالا RGB هم البته میتونید شما بدید، مثلا شما میتونید توی یه دونه کروشه RGB بدید، مثلا من 0 و 14 و 7 میخوام، مثلا یه رنگ عجیب غریب، یا حالا خودتون میدونید. اینجا میتونید تو RGB هم برای رنگش بدید که معمولا لازم نیست دیگه، رنگ کمون که نمیخوام بکشیم که همین الان مثلا 30 الان بدیم اینم اوکی. بعد پلات y3 هم که کشیدیم و بعد آخری این الان ساب پلات آخرم میگیم اینجا، میگیم ساب پلات بعدی هم میکشیم به این صورت که میگیم x و چی ببخشید 2 و 4 برام آخری رو واکن که اوکی میشه. دیدید سمت راست آخری رو وا کرد. و بعد y4 رو تعریف میکنید که مثلا هست تانژانت هایپربولیک. این جالبه که این خیلی تابع پرباربری هم هست. y4 تعریف کردیم براش و بعدش پلاتش میکنیم. این دفعه مثلا تو رنگایی که الان نزدیم، گرین رو نزدیم یا یلو هم نزدیم، به این صورت که x و اسمشو گذاشتیم 4 y4 و رنگ آخری که مثلا فرضاً همون بلک رو بهش بدیم، ظاهرش هم همون باشه که هست. الان این که این بغل رسم کردیم از 0 تا 10 به این صورت رسم کرد برامون. حالا میتونستیم حتی xش هم متفاوت بدیم، لزومی نداشت که حتما همینطوری باشه.
یا همین نمودار میتونیم یه تابع دیگر هم بندازیم. مثلا شما همون دستوراتی که من تو مرحله قبل گفتم و اینجا میتونید براش بزنید. همون هولدان رو گفتم، گریدان رو گفتم. الان مثلا فرض کنید گریدان اگه بخواید بدید، نمیدونم تایتل رو که نشونتون دادم، مثلا X لیبل اگر بخواید بدید میتونید بدید به این صورت. بعد باز یک لیبل میتونید بدید یا لجند بدید. الان مثلا میتونید هولد آنش کنید اینو که این دست ساب پلات آخر رو نگه داره و بعد مثلا یه تابع دیگه هم تعریف کنید به نام Y5 که مثلا یه تابع دیگه ای که حالا تو این صفحه هم نشون بده چون منفی ها هم چاپ نکردیم. فرض کنید مثلا همون تانژانت که کوسینوس، مثلا کوسینوسی که مثلا یکم شیفت پیدا کرده میندازه کوسینوس x که مثلا یه دونم به نیم تا هم به سمت شیفتش دادیم، راست شیفتش دادیم و به این صورت سمیکالون رو میزنیم و بعد دوباره پلاتش میکنیم. پلات میکنیم x و y5 و حالا رنگش هم یه چیز متفاوتی بخوایم بذاریم گرین میذاریم به این صورت و میشه. بفهمم ببینید الان این گرینه رو نصب چیز رسم کرد، این اینوریه هم که داره. ببینید این کلا نصف افتاد به خاطر اینکه اون نصفش تو منفیاست، این تابع تانجانت هایپربولیک. یعنی این شکلش اینجوریه، یه همین شکل نسبت به نقطه صفر قرینه هم داره از اون بر. بنابراین من الان تونستم تو یه صفحه دوتا نمودارم بندازم. خب برای همین شما مثلا میتونید دوره بیاید برای این یه دونه لجند هم استفاده کنید که دیگران کد خیلی کامل بشه. میتونید لجند تعریف کنید، اولیشو بگید تنیچ بود و دومیش هم بگید که مثلا من کوسینوس حالا شیف یافته دادم یا کوسینوس بذاریم برای. خب به این صورت ببینید اینم انداخت براتون. یعنی یه همه کاری ما دیگه توی این نمودارا کردیم دیگه و چهار تا نمودار اومدیم توی یه صفحه انداختیم. بزرگش هم کنید بزرگ میشه به این صورت. مثلا برای مثال من اینجا براتون لیبل گذاشتم، اینجا براتون چیز گذاشتم که اونا هم دیده باشید. اینجا گریدان کردیم، الان تانجانت هم چون میتونید توی این یه مقدار خاصش بگید مثلا این مقدار اینجاش الان چقدره، اون بالا رو نشون میده اینجاش چقدره. اینجا به خاطر که میدونید دیگه اینجا یهویی همون نقاط ناپیوستگیش که با بالا میاد پایین یه مقدار این همه این چیزی که این خطه. و بعد میبینید دیگه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که شما این تعداد رو اگر بیشتر کمتر کنید میدونید که اینا کمتر کنید شکستگی ها این نمودار بیشتر میشه. یعنی بین هر یک دونه 0 تا 1 10 تا عدده. بیشتر کنید نرمتر میشه نمودار، طبیعتاً کمتر کنید شکستگی های نمودار بیشتر میشه. بنابراین به این صورت دیگه الان یه از دستور استاپ پلات استفاده کردیم، یه چیز کاملی رو کشیدیم. خب حالا اینجا دیگه الان حرفی نمونده، اینو میدیم پایین. خب حالا میریم سر باز این نکته اینجا بود بهتون میگم ولی الان کامل دیگه. شما الان با این ابزاری که دارید الان هر تابعی هر جور که بخواید میتونید دیگه میتونید برید مثلا ماتریس بدید و یه ماتریس رو مثلا باش پلات کنید که این در واقع هر کدوم از این چیزا رو بذارید براتون یه نمونه نشون بدم که اگر ماتریس بدید به پلات چی میشه. فرض کنید داریم مثلا A مساوی است با مجیک 6 یه ماتریس به این شکل. حالا اگر مثلا شما بیاید اینو درجا پلات کنید، دفعه میگم که شما میتونید مثلا یه مجموعه اعدادی دارید میخواید پلاتش رو ببینید، از این میتونید استفاده کنید. به این صورت میشه که اینجا این که داشتیم نوادیون فیگور با میکردم فیگور حالا پلات. خب
ببینید به این صورت میشه. یه دونه مجموعه از ماتریس، یه دونه مجموعه از چیزا رو ما اومدیم رسم کردیم، مجموعه از اعدادی توی ماتریس داشتیم. به این صورت میشه که در واقع هر کدوم از این ستون ها رو این یه دونه چیز میگیره، یه دونه از این نمودارها در نظر میگیره. یعنی شما میتونید از همین الگو استفاده کنید. حالا با رنگ‌های مختلف هم استفاده کرده که قابل چیز باشه، قابل فهم باشه که کدوم به کدومه. یعنی اومده به ازای مقادیر مثلا 2 1 2 3 4 5 6 که اینا عددهایی هستند که ما روی این چیز داریم دیگه، عددهایی هستند که ما روی محورم داریم الان، چون مجیکمون 6 در 6 دیگه. بنابراین این الان اومده این ستون اول و مثلا نمودار آبی در نظر گرفته. ایشون به اون نشون که الان اینو بزنیم ببینید به ازای x1 y35 این الان سطر اول این ستون رو گرفته نمودار آبی. سطر اول x1 این اولین سطره چون و مقدارش 35. بعدی رو ببینید آورده رو 3 گذاشته چون این 3. بعدی رو آورده رو 31 گذاشته. یعنی شما برای اینکه یه دونه نمودار اینطوری رسم کنید، حالا شما الان 6 تا نمودار رسم کردید چون 6 تا ستون دارید که با رنگ‌های مختلفه. الان مثلا این آبی کم رنگه رو ببینید، این ستونه که اولش با 26 شروع شده. و این قرمزه رو ببینید، این ستونه که با 6 شروع شده آخرش به 29 ختم شده. ببینید آخرش به 29 ختم شده. این در واقع یه روشی که شما فرض کنید یه مجموعه اعداد دارید، می‌خواید ببینید که چه شکلی بهتون میده. میتونید بیاید یه ستون عددا رو تو یه ستون بذارید، با سطرها هم تو سطرها اضافه بشن به ازای مقادیر مختلفتون از 1 تا تعداد سطرهایی که میخواید و اینو رسم کنید. یا مثلا چند تا نمودار دارید میتونید اینو درجا به چیز بدید. یعنی در واقع راحتی کاره که شما یه دونه ماتریس رو میدید براتون درجا رسم میکنه، یعنی یه مجموعه اعدادی دارید میتونید درجا رسم کنید. بنابراین این خوب، حالا میتونه اون خودتون وارد کرده باشید، میتونه به صورت فایل وارد مطلب کرده باشید. خلاصه یعنی برای اینکه این مجموعه اعداد رو رسم کنید در این لحاظ خیلی راحتید. خب دستور آخری که میخوایم دربارش صحبت کنیم توی یه ربع آخر بحث استفاده کردن از دو تا دستور دیگه که داریم به نام ایزی پلات و اف پلاته. ایزی پلات دستورش به این صورته، ایزی پلات دستورش به این صورتی گفتم خیلی سریع برای شما پلات رسم میکنه. مثلا شما میگید ایزی پلات به صورت میتونید استرینگ بهش بدید که آقا x2 مثلا به علاوه 1 پرانتز بسته به همین سرعت برای شما نمودار رسم میکنه. خب البته اول فیگور رو باید بهش بریم مثل همیشه و بعد حالا ایزی کنیم. ببینید به همین سرعت، یعنی خیلی سریع، بدون اینکه شما نمیدونم اینجا بخوای لیبل بزنی، اینجا بخوای تایتل بزنی، اینجا بخوای فازه عدد بدی، اینا هیچ کدوم لازم نیست. خیلی سریع براتون یه دستور رسم میکنه. اف پلات هم در واقع دستوریه که خود مطلب تو داکیومنتیشنش وقتی میزنی ایزی پلات، میزنی داک ایزی پلات، حالا ممکنه تو این نسخه نباشه ولی اینجا نیست الان، ولی تو سایتش که مثلا میزنید بهتون کاشف میکنه که ایزی پلات ترجیحاً استفاده نکنید، به جاش از اف پلات استفاده کنید. بنابراین دو جفتش داره این کارو. هدف اینه که آقا شما میخواید دارید کار دیگه انجام میدید، میخواید سریع براتون یه پلاتی رسم کنه، میاد اینجا میزنید سریع براتون رسم میکنه. مثلا یه تابع دیگه اگر بخوایم بهش بدیم، فرضاً یه فیگور وا میکنیم، یه تابع یکم پیچیده تر اگر بخوایم بهش بدیم این کاملا اوکی. حالا این تابع ساده هم ندیم، سینوس و کوسینوس. مثلا تابع سینوس x به علاوه سینوس 3 ضرب در x تقسیم بر 3 به علاوه سینوس 5 x تقسیم بر 5 تقسیم بر 5
پرانتز بسته. حالا یه قابلیت خوبی هم که داره، بازدر هم میتونید خودت تعیین کنید، یعنی تعیین نکنید خودش تعیین میکنه، ولی باز شما میتونید براش تعیین کنید که این خیلی خوبه. یعنی شما میگه من دوست دارم از 0 تا 4p برام رسم کن به این صورت، و بعد پرانتز رو میبندید و رسم کنید. ببینید چقدر راحت کار انجام شد به این صورت. یعنی شما الان تابه رو بهش دادید و بهش این بازدر هم دادید، از 0 تا 4p که این ته باشه اومد براتون نمودار کشید، خودش هم تایتل داد. خیلی سریع و راحت شما یه تابه مثلا میتونید به این صورت رسم کنید. به همین صورت شما مثلا میتونید توابع ضمنی رو هم تعریف کنید. به این صورت که اینجا بیاید بگید که من یه فیگور دیگه میخوام به این صورت، و بعد بیاید بگید که برام ایزی پلات کن. ضمنی یعنی این که x و y و الان شما ظاهرش رو میبینید میگید خب این که تابع نیست به خاطر اینکه چیزه، به خاطر اینکه ظاهرش یعنی شبیه تابع ممکن نباشه، ولی منظور این که یه رابطه‌ای حداقل شما دارید بین x و y. میخواید ببینید تو صفحه x و y، یعنی y مساوی است با یه تابعی بر حسب x نیست، ولی شما در واقع یه تابعی دارید بر حسب x و y که میخواید ببینید که یه رابطه‌ای دارید بر حسب x و y که میخواید ببینید این چه شکلی داره. انگار که میشه گفت انگار که این یه تابعی بوده در 3 بعد و حالا ما اون بعد سومش رو مساوی 0 گذاشتیم و داریم مقادیر رو به دست میاریم. انا براتون میکشم بعد دربارش بهتر میشه صحبت کرد. ایزی پلات فرزن y سینوس x به علاوه x در کوسینوس y منهای 1. بازداشتم اینجا باید هم x رو بدیم هم y رو بدیم به این صورت. حالا چراش هم الان دوباره بهتون میگم دیگه. ببینید منهای 5 تا 5 و دوباره منهای 5 تا 5. حالا خیلی مربعی در نظر گرفتیم. خب اینو میبندیم و میکشیم. خب ببینید این شکلش اینطوری شد. این الان در واقع چیه؟ چرا من میگم تابع؟ اینو نباید دو بعدی ببینید. این در واقع انگار یه چیز سه بعدی در محور x y z بوده. فرض کنید شما یه رویه‌ای دارید در سه بعد، اینو با یه صفحه‌ای قطع میدید. چه شکلی حاصل میشه؟ یه همچین شکلی حاصل میشه دیگه. در واقع این رویه رو که دارید با اون صفحه قطع میدید، یه سری خطوط تو فضا ایجاد میشه که میتونه همچین شکلی داشته باشه. اینم همینه. یعنی اینو شما در نظر بگیرید انگار این مساویه با یه زدی بوده که اون زده رو مساویه با یه صفحه‌ای مثلا C یا یه صفحه‌ای مثل 0 قرار دادید اینجا. الان مثلا مشخصا اون صفحه اون رویه رو مساویه با یه صفحه که اون صفحه z مساویه با 0 باشه قرار دادید و این شکل حاصلش شده. بنابراین اینطوری هم شما که در نظر بگیرید که نگید این چرا تابع نیست. آره خلاصه پس به این صورت هم شما خیلی راحت میتونید رسم کنید که یه شکلی رو به چه صورته. بنابراین این هم خیلی ابزار پرکاربردیه دیگه، برای اینکه شما بخواید سریع نموداری رو رسم کنید کارتون رو سریع راه میندازه و اوکی میشه. خب حالا میریم سر اون دستور اف پلات. اون دستور اف پلات یه چیزی که خیلی خوبی که به شما یادآوری میکنه فانکشن هندله. شما قبلا یه بحثی داشتید به نام فانکشن هندل که من جلسه پیش بود فکر کنم، یا شاید دو جلسه پیش بود فکر میکنم، که بهتون گفتم شما میتونید یه تابع رو به این صورت تعریف کنید که آقا f مساوی است با ادساین پرانتز باز x، مثلا x2 همین مثالی که الان یه دقیقه پیش زدیم x2 به علاوه 1. ببینید این الان در واقع میشه گفت که فانکشن هندله که یه نوع فانکشنه توی مطلب، که این به این صورته که الان f بر حسب x تعریف شد که من گفتم بهتون میتونید به این مقدار بدید و هر کاریش کنید. گفتم بهتون این خیلی کاربرد داره تو مطلب. این یکی از کاربرداش استفاده کردن توی اف پلاته. یعنی شما دستور اف پلات رو میزنید و میگید f و بازده رو تعیین میکنید. میگید f رو من تو بازده مثلا منهای 3 تا 4 میخوام بهم نمایش بدید. فیگورم نکردیم بس. اینو بذارید ببندیم. خب یه فیگور میکنیم و حالا
ببینید رسم کرد، خیلی ساده. یعنی شما اینو براتون اف پلات کرد. فقط شما دقت کنید که از این حالا دستورات دیگه هم داره که میتونید ببینید، مثلا رنگی بخواید عوض کنید، کار دیگه بخواید انجام بدید. این نکته اینه که آقا ما میخوایم سریع نمودار رسم کنیم. یعنی همه هدفی که من دارم از این ایزی پلات و اف پلات میگم سریع رسم کردن نموداره. وگرنه اینکه بخواید خیلی دقیق وارد بحث نمودار بشید و اینا که همون دستور پلاتی که گفتم استاندارد و همه باش کار کنم اوکی. ولی ایزی پلات و اف پلات هدف سریع رسم کردن نمودار، نه اینکه شما بیاید خوشگل مشکلش کنید بخواد مثلا توی مقاله استفاده کنید میرید سراغ همون روش پلات. بنابراین اف پلات هم دیدید که بازم دیدید خیلی سریع اف رو دادید، اف رو بر حسب چیز تعریف کردید بهش دادید. حالا شما مثلا میتونید همون نمودار، شما میتونید از اون روش سیمبولیک هم استفاده کنید که من بازم جلسه پیش برای انتگرال و اینا گفتم. مثلا این نموداری که یه دقیقه پیش با ایزی پلات کشیدیم الان بریم با سیمبولیک بکشیم. به این صورت عمل میکنیم که یه فیگور رو وا میکنیم مثلا که یادمون نره. بعدا میایم سیمبولیک از دستور سیمز استفاده میکنیم برای تعریف کردن x. الان x رو من سیمبولیکش کردم. حالا میگم که f مساوی است با سینوس x، همون تابعی که یه دقیقه پیش بالا گفتیم این بود. آره دیگه دقیقا اینه دیگه، برشی دوباره بنویسیم. خیلی عالی. خب اینو میاریم اینجا، سمیکالن رو میذاریم. الان x و f به صورت سیمبولیک تعریف شدن. حالا شما میتونید بگید که f پلات کن برای من، f رو تو بازه، همون بازه که این بالا گفتیم، از 0 تا 4 ضرب در پی، به همین سادگی. خب میبینید که f رو پلات میکنه. چی رو اشتباه کردیم؟ شاید به خاطر این خیلی عجیبه. این تنها دلیلی که میتونه داشته باشه ورژن پایین مطلبه، چون من قبلا اینو رو ورژن دیگه که تست کرده بودم، ورژن من چون 2014، الان F که سیمبولیکه X هم سیمبولیکه، قاعدتا نباید مشکلی داشته باشه. چون الان X رو که من F رو سیمبولیک تعریف کردم، X هم سیمبولیک تعریف کردم، دارم از اف پلات چیز میکنم استفاده میکنم. اینو باز شما تست کنید رو ورژن‌های بالاتر، قاعدتا باید جواب بده، چون اصلا خیلی سینتکس روانی تابع هم که همون تابعی که بالا دادیم، یعنی ایراد هم از تابع نیست. خودش هم داره میگه که این فانکشن is a MATLAB object it must have a phi-val method، یعنی داره از نوع چیزی که فانکشنی که بهش دادیم داره ایراد میگیره. حالا اینو من رو اکتاوم تست میکنم، شاید اونجا اوکی باشه، ولی این فقط میتونم بگم که تو ورژن جدید اوکی. حالا اینو ما میایم خیلی اوکی برای اینکه با همون چیز استفاده میکنیم، با همون فانکشن هندل اینو بیایم تعریف کنیم، به این صورت که بگیم f مساوی است با امپرسند x سینوس فلان و بعد به f پلات دوباره بدیم. این الان باید اوکی باشه. بله درست شد. خب ببینید الان کجا بودیم؟ خب ببینید این الان رسم کرد. یعنی الان ما با فانکشن هندل هیچ مشکلی نداریم. بالا تست کردم با یه تابع ساده، اینجا هم تست کردم با این، کاملا دیدید که جواب داد. قاعدتاً باید با سیمبولیک فانکشن هم جواب بده، ولی حالا الان این ارور رو داد. میگم باید رو اکتاو و ورژن بالاتر جواب امتحان کنیم، وگرنه سینتکس رو من ازش کاملا مطمئنم که هیچ ایرادی نداره. خلاصه به هر حال با فانکشن هندل هم جواب داد و حالا کلا راه اولش هم فانکشن هندله که این بالا من با شما روی x2 به علاوه 1 با فانکشن هندل بهتون گفتم. با فانکشن هندل باش کار کنید بهتره، مثلا که ورژن پایین دارید، ولی قاعدتا میگم باید با اون بالایی هم جواب بده. یه نوع تابع دیگر هم اگر بخوایم تست کنیم برای پایان، به این صورتی که یه فیگور جدید وا کنیم. ببینید که مثلا میگیم که سینز، باز ترجیحاً اگر از چیز استفاده نکنیم با توجه به ورژن بهتره، از همون چیز استفاده میکنیم، از همون فانکشن هندل. این صورت که مثلا میگیم f مساوی است با @sign
مثلا تابع خیلی تابع ساده هم اگر بخواید رسم کنید، فرض کنید مثلا همین کوسینوس یا سینوس یا همون تانژانت رو مثلا رسم کنید. تانژانت کوتانژانت رو رسم کنید که تا حالا رسم نکردیم. کوتانژانت x اینجا باید x رو میگفتم. کوتانژانت x به این صورت و این از تعریف تابمون که با فانکشن هندل تعریفش کردیم و بعدش میریم سراغ اف پلات دیگه. میریم سراغ اف پلات میگیم اف پلات کن اف و بازده مثلا از منهای فرزند سپی. دقت کنید حتما ضرب رو بذارید، اون خالی بذارید نمیفهم مطلب که ضربه. از سپی تا پی. اینجا مشکل اینجاست که خیلی بازه زیادی رو بهش دادیم و اون وسطش هم تازه مقدار چیز داره، وسطش هم مقدار بریدگی داره. این بازه رو کم میکنیم. کلا برای نمودارهایی هم که میبینید که چیزه از منهای پی میدیم، از منهای یک صد داره از صفر بریم، از صفر تا فرزند دو پی. برای توابعی که چیزه، برای توابعی که یه مقدار چیز دارن. آها این خیلی خوب شد، مثال خوبی شد. اینو میخواستم یه بار دیگه هم بهتون نشون بدم. ببینید کلا برای توابعی که یه جاهای شکستگی دارن سر ایزی پلات و اف پلات این مشکل رو به وجود میاره. مثلا ببینید این یه سری مقادیر هستن که ناپیوستگی دارن دیگه و مطلب نمیدونه که یعنی در واقع تعریف نشدن به ازای اون مقدارها. و الان ببینید کاری که انجام داده اینه که الان به ازای این مقداری که اینجا داریم که 3/14 و دقیقا مقدار پیه و اینجا کوتانژانت تعریف نشده، این اومده یه خطی کشیده و بردتش اینو تا بالا، اینو سعی کرده تا بی نهایت ببره. ببینید فوته نیم ضرب در 10⁻15. اما ببین عددی که اینجا هست رو ببینید 4 ضرب در 4/7 ضرب در 10⁻17. یعنی اینو یه مقدار خیلی بزرگ در نظر گرفته. چون ما اینجا گام تعیین نمی‌کنیم مثل اونور که گام تعیین کردیم، تو اونجا که تو پلات که می‌کشیدیم گام خودمون بهش میدادیم، بنابراین از این لحاظ هیچ مشکلی نمی‌خورد. به خاطر اینکه مثلا یه گام و یه مقداری در نظر می‌گرفت، گام بعدی که جلو میرفت خیلی جلوتر بود و اون بی‌نهایت رو رد کرده. ولی تو اف فلات ما چون گام نمیدیم، حالا این با هر متدی که میاد خودش گامو در نظر میگیره، این مشکل رو سر مقادیری که خیلی بزرگن، مقادیری که یه جاهایی که این تابع به بی‌نهایت میل میکنه به وجود میاره. اونم اینه که کاری که کرده اینه که این مقدار بی‌نهایت رو در نظر گرفته و بعد از این ور مقادیر بقیه مقادیر تابع انقدر ریز شدن که میل کردن به صفر که شما الان دارید میبینید این صفر شده. از این ورم همین. ببینید تو این مقدارم اومده، الان من به این مقدار اگر بزنم ببینید 6/28 این به ازای 2 پیه که در واقع کوتانژانت دوباره میشه منهای بی‌نهایت. از این ور اومده ببینید چند گذاشته منهای 4 ضرب در ای به توان 15. یعنی حتی این منهای ای به 4 ضرب در ای به توان 15 با این مقداری که این ور گذاشته بود برابر نیست که 4 ضرب در ای به توان 14. بنابراین مشکلی که ایجاد کرده همینه که به جاهایی که تابع به بی‌نهایت میل میکنه اینطوری کار خراب میکنه. بنابراین اینجور توابع و حداقل بهترین راهی که میتونم توصیه کنم اینه که برای رسم کردنش برید سراغ پلات. خیلی سریع با 4 تا دستور میتونید رسمش کنید. چنانچه من کردم توی ساب پلات براتون تانژانت رسم کردم که تو مقادیر بی‌نهایت میدیدید یه مقدار بالایی میرفت و بعد میومد دوباره پایین، هیچ مشکلی نداشت. بنابراین این مشکلی بود که منم قبلا خورده بودم و برام خیلی سوال شده بود که این چه ایرادی داره که مثلا تابع رسم نمیکنه. به خاطر اینکه این بازدهی که ما بهش دادیم این داستانو داره اینطوری میکنه. حالا اگر مثلا یه فیگور جدید واکنیم، یه تابع دیگه بخوایم بهش بدیم، ببینید الان اینجا
مثلا من اومدم همین تابع تانژانت رو بهش توی بازه کوچیکتر دادم 0 تا پی دوم. ببین چه اتفاقی افتاد. اینها ببینید اینجا باز همین داستان شد. اتفاقی که میفته خواستم اینجا این داستان رو ببینید چجوریه. ببینید اینجا از این ور میل میکنه به 0 که هیچی، ولی از این ور به مقادیر خیلی بالایی میل کرده و این مقادیر بالاه براش حتی ثابت نیست بین دوتا چیزی که داره میذاره، بین دوتا قله‌ای که داره میذاره این مقادیر براش ثابت نیست چون بی‌نهایته و بی‌نهایت مبهمیه. این مثلا یه بار داده 4 فلان، یه بار داده فلان، یه بار مثلا اینجا داده 350. بنابراین این داستان رو دارید سر توابعی که یا باید بازتون انقدر کوچیک باشه که هیچ بی‌نهایتی توش نیفته، یا اینکه اصلا برید با پلات رسم کنید که دارید بهش قدم میدید. یعنی تمام مشکل از اینجا شروع شد که ما به این قدم نمیدیم که بگیم به ازای فلان مقادیر رسم کن برامون. حالا مثلا اگر بیایم یه دونه کوسینوس هم رسم کنیم در گام آخر با این دستور اف پلات که اف رو تغییر بدیم، اف رو مساوی با کوسینوس x میذاریم. دقت کنید که داریم از فانکشن هندل استفاده میکنیم. باید بگیم ادساین x کوسینوس x و بعد به فیگورمون اف پلات میکنیم. حالا از منهای 3 ضرب در پی تا 3 ضرب در پی به این صورت اینا کشید. ببینید به این صورت شد. بنابراین برای توابعی که حالت عجیب غریبی ندارن، مثلا بی نهایت نمیشن و اینا، و شما میخواید سریع استفاده کنید، این بهترین راهیه که میشه انجام داد و خیلی سریع بخواید نمودارتون بکشید. حالا اون مطلب چیزم باز باید روی سیمبولیکش هم باید روی اکتاو و ورژن بالاتر تست کنیم، ولی قطعا جواب میده چون اصلا جزء چیزایی هست که شما میتونید برید توی چیز مطلب هم ببینید، تو خود سایت مطلب و سایت دیگه هم ببینید که استفاده میکنن با همین سینتکس دقیقاً برای کشیدن اف بلاد با استفاده از با استفاده از دستورات سیمبولیک. و حالا در صورت مثلا ورژن پایین بودن هر چیزی دیگه هم که نشه به هر دلیلی، شما میتونید از همین اف بلات و فانکشن هندل استفاده کنید به جای سیمبولیک توی اف بلات. خب سلام، این ویدیو رو من دارم آخر این جلسه ای که الان ضبط کردم میگیرم و همین چیزی که گفتم باید چک بشه رو چک کردم و دیدم که کدمون هیچ مشکلی نداشت، یعنی سینتکسی که زدم هیچ مشکلی نداشت. گفتم اینو اضافه کنم به فیلم که جای ابهامی برای کسی نمونه که مثلا مشکل از کد بوده. ببینید این دقیقا کدی بود که ما الان زدیم دیگه، یعنی در لحظه پیش در چیز زدیم، در برنامه‌مون زدیم و این ارور رو از ما گرفت که من گفتم که ما از همین در واقع فانکشن هندل میتونیم استفاده کنیم برای اسپلات و استفاده کردیم، اوکی بود، هیچ مشکلی نداشت. و بعدش که اومدیم از سیمبولیک استفاده کنیم از من ایراد گرفت، این ارور رو به ما داد. من دقیقا همین دستور رو گفتم یکی از دوستان الان تو مطلب زد، تو مطلب خودش که 2020 و برای ما فرستاد. برای من که همونطور که بالا می‌بینید 2014 و اینو من از دوستم خواستم که بفرسته و همونطور که می‌بینید مطلبش 2020 و دقیقا همین کد و خروجی که باید میداد و داد. این خروجی یادتون باشه همین خروجی بود که ما بالا به وسیله ایزی پلات گرفتیم، حالا به وسیله سیمبولیک به ما نداد. اگر شما ببینید این دقیقا همون کدیه که ما اینجا زده بودیم و هیچ ایرادی نداشت. همینطور اگه تو سایت مطلبم برید پلات سیمبولیک اکسپرشن اور فانکشن، اینجا اگر ببینید خیلی راحت سیمبولیک x رو تعریف میکنه و در جا حتی بدون اینکه حالا ما میمدیم یه fی تعریف میکردیم تا برای جلوش میذاشیم بر حسب x، این درجا میاد تانجنت x رو به f پلات میده و اوکیه، خروجی میده
و همینطور مثلا اینجا جدا تعریف میکنه و به چیز میده، خروجی میده. چنانچه اگر ببینید من حتی اگر اینو کپی کنم و بیارم توی مطلبم بزنم بازم از ما ارور میگیره و قبول نمیکنه. خلاصه که این جور استفاده کردن از افپلات گویا تعریف نشده تو مطلب 2014 من و قاعدتا تو مطلب تو ورژن بالاتر اوکی بشه. البته این هیچ مشکلی رو برای ما ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم ما گفتیم دیگه شما انواع توابع رو بدون هیچ ایرادی میتونید از اون متد اولی که گفتم استفاده کنید. صرفا برای ایزی پلات و برای اف پلات یه سری محدودیت هایی وجود داره، از جمله همین که نشونتون دادم. تابع وقتی به بی‌نهایت میل میکنه یه جاهایی اینطوری داستان ایجاد میکنه و حالا تو این ورژن به خصوص سر سیمبولیک تعریف کردن برای این توابع مشکل ایجاد میکنه. سیمبولیک تعریف کردن تابع و دادن به اف-پلات حداقل با این سینتکسی که دیدید و هیچ ایرادی نداره تو ورژن متر. بنابراین شما میتونید از همون ایزی پلات که اصلا استرینگ میگیره و هیچ کاری با کسی نداره اوکیه به هر حال، و اف پلات هم در این صورتی استفاده کنید که از فانکشن هندل استفاده کنید، نه از سیمبولی. فانکشن هندل اینجا من دادم اوکی بود و حتی همین تابعی که اون بالا مشکل داشتیم اینجا دادیم بازم اوکی بود که دیدید که فانکشن هندلش هیچ مشکلی نداشت. اینجا الان دوباره دادم خروجی هم گرفتم. بنابراین برای ورژن پایینتر از فانکشن هندل استفاده کنید اگر اف پلات میخواید کنید، نه از سیمبولیک. یا اینکه بیاید از اون همون روش اول استفاده کنید و یا ایزی پلات. راه‌های رسیدن به این خروجی زیاده. همین دیگه، ارزی نیست. فقط یه مطلبی هم من بگم. یه چیزی هست تو مطلب به نام EPS. ببینید این EPS فکر کنم جلسه اول یا دوم به این خوردیم. این EPS در واقع پایین ترین مقداریه که مطلب متوجه میشه و همونطور که میبینید 2 ضرب در 10 به توان منفی 16 که خیلی عدد کوچیکیه. یه بار من یه جایی بود یه کدی زدیم که انتظار داشتیم 0 بدیم و اینو داد. این تو حل معادلات هم ما با این برمیخوریم، انتظار 0 داریم و اینو میده، یعنی یه مقدار خیلی کوچیک مثل اینو میده. همونطور که گفتم اینو در واقع شما باید 0 در نظر بگیرید، به خاطر اینکه میگم کوچکترین انگار که مثلا میل به صفره، همون که ما میگیم x به 0 میل کنه، این اینجوری در نظر میگیره. و گفتم که اگر اینو دیدید تو هر پروژه‌ای که دیدید تعجب نکنید که من یه جواب عجیب غریب اشتباه گرفتم. الان مثلا شما اگر 2 به علاوه EPS بزنید به شما 2 میده، یعنی این EPS براش مثل 0 میمونه از بس که کوچیکه. بنابراین اینم شما در نظر داشته باشید دیگه. گفتم کلا با این EPS حالا تو کدا و اینا وقتی برام میبینید آشنایی داشته باشید که از چه قراره. اینم گفتم اضافه کنم. همین دیگه، مطلبی نیست. همین دیگه تمام حالات رو بررسی کردیم و 3 تا دستور رو بررسی کردیم و پلات هم که کامل گفتیم. الان هیچ مطلبی برای رسم توابع دو بعدی نموند. شما دیگه با انواع روش رسم توابع دو بعدی الان آشنایی دارید. فقط میریم از جلسه بعد سر 3 بعدی و حل معادلات. دیگه ارزی نیست و این جلسه رو به خاتمه برسونیم. موفق باشید.